آیا سحر اصلا واقعیت داره و اصلا وجود داره؟ آیا کار میکنه وقتی یه نفر سحر میشه یا سحرش میکنن؟ ببینید سحر اگه بخوایم از نظر شرعی، خب یعنی اینطور بگم عقلی و نقلی جواب بدیم، نقلیش اینه که خداوند متعال این بالاتر از کلام خداوند دیگه نیست دیگه. خب خداوند متعال در سوره بقره آیه 102 میفرماید که واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. به طور مختصر خداوند متعال میفرماید که شیاطین کفر ورزیدن. چرا؟ چون یعنی آموزش دادن سحر رو به مردم. توجه کردین؟ یعنی تعلیم دادن و یعنی یاد گرفتن و یاد دادن سحر خب کفره و انسان رو یعنی خارج میکنه از دایره ایمان. و نکتهش اینجاست، خداوند متعال میفرماید که حالا 2 فرشته رو ما فرستادیم که به مردم یاد بدن، به شکل انسان ها به مردم یاد بدن که ای مردم این سحره، یعنی مواظب باشید افرادی که دارن این کارای انجام میدن، این سحره، دوچار کفر نشید شما. یعنی روشش رو یاد دادن و باطل کردنش هم یاد دادن. ولی متاسفانه یهودیان در اون زمان چیزهایی رو از این 2 فرشته یاد گرفتن که ما یفرقون به بین المرء و زوجه، بین زن و مرد رو جدایی میانداختن. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. ولی خداوند داره میگه تا امر من نباشه نمیتونن اونا به کسی صدمه بزنن. پس سحر واقعیت داره، ولی برای اینکه بخوان به کسی آسیب برسه حتما باید خداوند خواسته باشه. حالا اینکه خداوند چرا میخواد اینو در کلیپ های دیگه انشالله جواب اینو میدیم انشالله با امید خدا. خواهش میکنم.